اگر می‌خواهید به ثروت برسید باید حاضر باشید تغییراتی در زندگیتان ایجاد کنید، اما حواستان باشد این ویدیو برای افراد جدی است، برای کسانی است که می‌خواهند راه 1000 ساله رو در 8 دقیقه طی کنند، اما به شرطی که تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. معرفی دولورس کانن و فلسفه او با تأکید بر سادگی و کاربردی بودن. دولورس کانن یکی از موفق ترین مربیان مالی جهان میگوید ثروت نتیجه تفکر است، نه تلاش کورکورانه. او معتقد است که هر کسی میتواند با تغییر باورهای خود به ثروت برسد. در این ویدیو شما را با 8 قانون طلایی ثروت آشنا می‌کنیم که مستقیما از آموزه‌های دولورس کانن گرفته شده است. ثروت نتیجه تفکر است، نه تلاش. برای رسیدن به ثروت باید ابتدا به خود باور داشته باشیم و به توانایی‌هایمان ایمان بیاوریم. مثلا اگر به این باور برسیم که شایسته ثروت هستیم، ناخودآگاه به دنبال راههایی برای کسب درآمد بیشتر خواهیم بود. دولورس کانن باغبان ماهری بود که به ما یاد داد ثروت محصولی است که در باغ ذهن ما کاشته می شود. او معتقد بود تلاش مانند آبیاری باغ است، ضروری اما کافی نیست. بذر اصلی ثروت افکار ما هستند. اگر در باغ ذهن خود بذرهای باور به فراوانی، موفقیت و شایستگی بکاریم، درخت ثروتی سرسبز خواهیم داشت. شما همان چیزی هستید که به آن فکر می کنید. این جمله کوتاه اما قدرتمند کلیدی برای درک ارتباط عمیق بین افکار ما و واقعیت زندگیمان است. بیایید این مفهوم را عمیق‌تر بررسی کنیم. ذهن ما کارخانه ای است که دائما در حال تولید افکار است. این افکار می تواند مثبت یا منفی، سازنده یا ویرانگر باشد. هر فکری که در ذهن ما شکل می گیرد یک بذر است که در باغ ذهن ما کاشته می شود. این بذرها با گذشت زمان رشد می کنند و به واقعیت تبدیل می شوند. قانون جذب آنچه که به آن فکر می کنیم. قانون جذب قانون جهانی است که می گوید ما آنچه را به آن فکر می کنیم به سمت خود جذب می کنیم. اگر به فراوانی و موفقیت فکر کنیم، این انرژی مثبت را به جهان ارسال می کنیم و در نتیجه فرصت‌ها، نعمت‌های بیشتری به سمت ما جذب می شوند. برعکس، اگر به کمبود، شکست و ناکامی فکر کنیم، این انرژی منفی را به جهان ارسال می کنیم و در نتیجه اتفاقات منفی بیشتری در زندگیمان رخ می دهد. ثروت نتیجه تصمیم گیری های روزانه است. هر تصمیم کوچکی که می گیریم ما را به یک قدم به سمت موفقیت یا شکست نزدیکتر می کند. مثلا تصمیم به پس‌انداز کردن بخشی از درآمد یا سرمایه گذاری در یک کسب و کار جدید می تواند ما را به سمت ثروت نزدیکتر کند. این جمله به زیبایی نشان می دهد که ثروتمندی صرفاً نتیجه یک اتفاق یا شانس نیست، بلکه حاصل مجموعی از تصمیماتی است که ما هر روز می گیریم. درست مانند یک باغبان که با انتخاب بذرها، آبیاری و هرس کردن باغی زیبا را پرورش می دهد، ما نیز با تصمیمات روزانه خود باغچه مالیمان را می سازیم. باید یاد بگیرید که چگونه پول در بیاورید، نه اینکه چگونه برای پول کار کنید. یعنی به جای اینکه فقط برای درآمد کار کنید، باید به دنبال راههایی باشید که پول برای شما کار کند. این یعنی سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار یا هر فعالیت دیگری که به شما درآمدی مستمر بدهد. حتی وقتی که شما درگیر کارهای روزمره نیستید، به عبارت ساده تر، به جای اینکه بنده پول باشیم، باید پول را بنده خود کنیم. به عبارت دیگر، کار کردن برای پول مثل این است که یک کارگر ساده باشید که هر روز ساعتها کار می کند و در قبال آن دستمزد می گیرد. پول برای شما کار کند مثل این است که یک کارآفرین یا سرمایه گذار باشید که دارایی های شما را برایتان درآمد تولید می کند، حتی وقتی شما خواب هستید. ترس بزرگ مانع موفقیت است. ترس از شکست، ترس از قضاوت شدن و ترس از ریسک کردن از جمله موانعی هستند که مانع رسیدن ما به هدفمان می شوند. برای غلبه بر ترس باید به خودمان باور داشته باشیم و از منطقه امن خود خارج شویم. به عبارت ساده تر، ترس دشمن پیشرفت است.
وقتی میترسیم، ریسک نمی کنیم و در نتیجه فرصتهای زیادی را از دست می دهیم. موفقیت نیازمند ریسک کردن است. برای رسیدن به موفقیت باید از منطقه امن خود خارج شویم و چیزهای جدیدی را امتحان کنیم. ترس یک احساس طبیعی است. همه ما می ترسیم، اما مهم این است که به این ترس اجازه ندهیم که بر ما غلبه کند. شما باید به خودتان باور داشته باشید. باور به خود مهمترین عامل موفقیت است. اگر به خود باور نداشته باشیم، نمیتوانیم دیگران را نیز متقاعد کنیم. چرا باور به خود اینقدر مهم است؟ انگیزه و اراده. وقتی به خود باور داریم، انگیزه بیشتری برای تلاش و پشتکار پیدا می‌کنیم. حتی در برابر موانع و شکست‌ها، باور به خود باعث می‌شود که تسلیم نشویم و به راهمان ادامه دهیم. اعتماد به نفس. با باور به خود اعتماد به نفسمان افزایش می‌یابد. این اعتماد به نفس باعث می‌شود که در موقعیت‌های مختلف با اطمینان بیشتری عمل کنیم و تصمیمات بهتری بگیریم. جذب فرصت‌ها. افرادی که به خود باور دارند انرژی مثبت‌تری را به جهان ارسال می‌کنند و در نتیجه فرصت‌های بیشتری به سمت آنها جذب می‌شود. غلبه بر ترس. ترس از شکست یکی از بزرگترین موانع موفقیت است. با باور به خود می‌توانیم بر ترس‌هایمان غلبه کنیم و ریسک‌های لازم برای رسیدن به اهدافمان را بپذیریم. هدف گذاری کلید موفقیت است. بدون اهداف مشخص نمیتوانیم به جایی برسیم. اهداف باید مشخص، قابل اندازه‌گیری و واقع بینانه باشد. هدف گذاری مانند یک نقشه راه است که ما را به سمت مقصد دلخواه هدایت می کند. این جمله قدرتمند به این معناست که داشتن اهداف مشخص و روشن یکی از مهمترین عوامل موفقیت در زمینه ای از زندگی است. مثال، به جای اینکه بگویید میخواهم لاغر شوم، میتوانید بگویید میخواهم تا پایان سال 5 کیلو وزن کم کنم و به دور کمر 75 سانتی متر برسم. این هدف مشخص، قابل اندازه‌گیری و زمان شده است. یادگیری مداوم رمز موفقیت است. دنیای امروز به سرعت در حال تغییر است و برای موفقیت باید همیشه در حال یادگیری باشیم. چرا یادگیری مداوم اینقدر مهم است؟ دنیا در حال تغییر است. تکنولوژی، بازار و کار، همه چیز در اطراف ما خیلی سریع تغییر می‌کند. اگر ما هم با این تغییرات همراه نشویم، عقب می‌مانیم. مهارت‌های جدید، فرصت‌های جدید. هر مهارت جدیدی که یاد می‌گیریم، درهای جدیدی را به روی ما باز می‌کند. افزایش اعتماد به نفس. یادگیری مداوم باعث می‌شود که اعتماد به نفسمان افزایش پیدا کند و به توانایی‌های خودمان بیشتر ایمان بیاوریم. رشد شخصی. یادگیری مداوم به ما کمک می‌کند تا به عنوان یک انسان رشد کنیم و پتانسیل‌های خود را شکوفا کنیم. حالا می‌خواهم یک تمرین ساده را به شما بدهم. یک دفترچه بردارید و به مدت یک هفته هر روز 3 چیز را که برای آنها سپاسگزار هستید بنویسید. این کار باعث می شود که بر روی جنبه‌های مثبت زندگی تمرکز کنید و انرژی مثبت را به سمت خود جذب کنید. با پیروی از این 8 قانون طلایی و باور به خود، شما نیز می توانید به ثروت و موفقیت برسید. برای یادگیری بیشتر و دریافت راهکارهای علمی، کانال ما رو دنبال کنید. در ویدیوهای بعدی به موضوعات جذاب دیگری خواهیم پرداخت. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار. دوستتون دارم.